ما امروز آمدیم خواستیم تا کارهای هنری یک هنرمند خیلی خوب ما را به تصویر بکشانیم. عزیزی که بسیار رسامی یا نقاشی‌های بسیار مقبول کشیده است. کاغذهایی که خودت استفاده میکنی چگونه کاغذ است؟ کاغذ است، کاغذ هست، از کدامش بیشتر است؟ مقصد باشه، راز باشه، حساب باشه. این جنتری از کم سال نشان میتم، ماه نشان میتم، روز نشان میتم، شنبه یک شنبه را نشان میتم. قبل شما گفتین در ریاست ترافیک کار میکردین. بله. چی باعث شد تا شما او کار را رها بکنین بیاین طرف نقاشی اینا؟ فقط همش از خودم است و می زینم گشت که بیاد تو همین کار را بکن. همین کار ماشه. غروب 1000 رنگ داره. از آل ساعت 12 بجه روز آل رنگ نداره. غروب خیلی مقبول رنگ داره. به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشین. باز هم در یک دیگر از برنامه هدف میدیا امید وقتاش در خدمتتان هست و ما امروز آمدیم خواستیم تا کارهای هنری یک هنرمند خیلی خوب ما را به تصویر بکشانیم. عزیزی که بسیار رسامی یا نقاشی‌های بسیار مقبول کشیده است و ما هم خواستیم بیایم با اینا صحبت بکنیم کمی در مورد کارهایشان، زندگیشان، از کجا آغاز کردن، چگونه آغاز کردن و بالاخره چقدر کار کردن در این بخش. سلام، خوب هستید؟ سلام و علیک سلام. خوب بخیر، صحت شما خوب از جورسه؟ بخیر سلامت باشین. خوش آمدید میگم به منزل ما شما. بخیر و سلامت باشین. اول میشه بر دوستای ما نامتان را بگین، یک معرفی بکنین خودت امروزتون بلد شما. محمد امین، افسر متقاعد مدیریت ترافیک ولایت هرات. بسیار خوب بسیار خوب. محمد امین جان، میایم روی خود همی کارهایتان. چقدر وقت است که شما همی کار نقاشی وینا را شروع کردین و کار میکنین در این بخش؟ من سال 73 بسیار خوب. یک دفعه به مزینم گشت که بیا همین کارا رو بکو. من شروع کردم به یک شکل افتاوه جور کردم که اینه میره. خواهی اولین کارتان است؟ این اولین کارم از همین شروع شده. بعد یک چند تایی کشیدم، بعد از او گفتم نه بیا که از این که کار ما پیش رفته بیا که منظره هم بکشم. منظره هم بکشم. خب بی خودش آمد. شوق است ای که وقت خودش آمد حاجت نداره که من کوشش کنیم یا او کوشش کنیم. او خودش آمد، خودش حالی خود نشر میکنه. بله بله. واقعا وقتی آدم عاشق یک کار باشه دیگه او کار رو انجام داده میتونه و اولین چیزی که در یک کار وقتی میخوایم شروع بکنیم اونم عشق ماست، علاقه ماست به او کار. اصلا بگوین بر دوستا که جای درس از را خواندین یا خودتان امت خدایی یاد گرفتین نمی کار شروع کردین، چگونه بوده است؟ از اینکه با دیگه کارهای مردم تفاوت میبینیم، نه جای شاگردی کردیم، نه بخش هنرا را خواندیم. خدایی عشق خدایی سنمی آمدن شروع کردیم. خب بسیار خوب بسیار. یعنی استعداد در وجودتان بود، خودتان سرش کار کردین، زحمت کشیدین و بالاخره رشد دادین. استعداد از وقتی که استعداد نباشه کار کردن نمیتونی. استعداد هر کس به مو اندازه خود به مو چی که فکر میکنم از چی شروع کنم. باز من شروع کردم بیا گفتم از دیگه کارهای کردم بخش هنرا رو من پیش برم بهتر است. چرا بخش هنرا خیلی از این که چیز از دست چیز بکشی خیلی مقبولتر، خیلی جالب معلوم میشه. میگه چرا بخش هنرا کسا انسان کوشش کنه که از خود یک چیز بگذاره بره، اما شما برفتنی هستیم اما اینا میمونه یادگار میمونه تا روزی که اینم یا دایجاز یا با کدام دوست رفیقم که بکشم برای اونا توفه بتم، تا روزی که اینم هست ما هستون ده میخونه. وقتی خودت میبینی که هر منظره که میبینی ما با یاد تو میام، وقتی که با یاد تو بیام بفهمی که ما هستم ده میخونه.
یک شعر هم از بگیم، شعر بگیم، دو بیتی بگیم، یک فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر. واقعا این چیزا هر کدامشان به یاد میمونه و هر وقتی که ببینن هر کس یاد میکنن از شما که نه اینا بر ما یا توفا داده بود یا یک استعدادی داشت که همچی یک چیز را کشید. هر کار را که ما شروع میکنیم حتما یک دلیل می داشته باشه، نه یک چیزی باعث میشه تا بیایم ما این کار را شروع بکنیم. قبلا شما گفتین که در ریاست ترافیک کار میکردین. بله. چی باعث شد تا شما او کار را رها بکنین بیاین طرف نقاشی بنا؟ کدام وقت کدام منظری مقبول را دیدین، از اون الهام گرفتین؟ همین انگیزش چی بود از که آمدین نه باز کردین؟ فقط همش از خودم است و میزینم گشت که بیاد تو همین کارو بکن. آها. همین کارو مشروع. نه منظور می بود کدام منظره را دیدی خوشت آمد گفته باشی بیاین ما خداوند ما شما به این قرار داریم. آها. آیا همین هر چیزی که بینی هم به دنیاست. آها. واقعا یک فکر کنم نواسط است. بسیار دوست داریم آوردی کنار ماشان مغز بادام است و این بسیار علاقه زیاد داره. خب بسیار خوب. یعنی در کدام وقتی که من شروع میکنم بازیام دیگه قلمه که میگیره رنگ اوبر میکنم. یعنی خوب است راه شما را تعقیب میکنه دیگه. خب در این بخش باز فعالیت هم میکنین مثلا دیگه شاگرد اینا هم دارین یا تنها خودتون کار میکنین بر خودتون نگاه کردین نیست؟ تنها خودم از ما به مو ترافیک بودم. خب بعد از وقت که از وظیفه می آمدم ساعت 4-5 بجه باز 1 ساعت 2 ساعت شروع میکردم. بسیار خوب. بسیار خوب. یک کمی در مورد از این جنتری بر دوستا بگوین. این جنتری را چقدر وقت سرش کار کردین، چقدر طول کشید تا این را بسازین؟ از کدام سال هست این جنتری؟ این جنتری از سال 71 الی 91. بسیار خوب. این جنتری از کم سال نشان میتم، ما را نشان میتم، روز نشان میتم، شنبه یک شنبه را نشان میتم. و نقاشی بسیار مقبول هم داری پایینش کشیدین باز. حاجت نداره که من بگم که بچه امروز تاریخ چی است؟ چند شنبه است و ساعت چند بجه است. این همش فقط که من صبح که از خونم بیرون میشدم میفهمیدم که امروز چی پروگرام داریم. من دوجه تاریخ چند است، چند شنبه است، ساعت چند است، همش نشان میداد. این رنگایی که اینجا کار کردین بر دوستا که هم در مورد رنگاش بگین. کدام رنگ هست؟ رنگ روغنی هست، رنگ آبی هست، کدام رنگ هست اینا؟ رنگ آبی عمر نداره، عمر کم داره. بازی از که بیرات بودم اونجا رنگای ایرانی زیاد میامد. همین رنگای ایرانی بسیار خوب رنگ واقعی داره. رنگ تعمیراتی از این استفاده میکنن، رنگ روغنی. خب بسیار خوب، بسیار خوب. هر کدام از اینا فکر میکنم ترکیب از چند رنگ شاید باشه، نه این رنگا را وقتی کشیدین از این 5 رقم 1000 قسم رنگ جور کرده میتونه. همین ترکیب رنگا را باز چطور یاد گرفتین اینا را؟ ترکیب رنگا والا دیگه باش که دوباره بانیم اینجا که در مورد ترکیب رنگا کم بگین. آیا باز پیش کسی رفتین از اینترنتی را جستجو کردین؟ چون نباز این ترکیب رنگا را گفتین شما؟ اول خب من از روی چیزی کشته نمیتونم. اگر بکشم او اشتباه میه. این از فقط از فکر خود من کار میگیرم. خب تمامی تصاویری که از فکر خود یعنی تمام شده؟ نه دیگه خود اگر از تصویر دیگر رو بگیرم باز از من نشد، از او شد. یک کاپی بنشست دیگه. بله نه باید از هنر بخش باید از خود هنر جور شود. خب بسیار خوب. تا والا یوسف کدام وقت شده است مثلا در یک طبیعت رفته باشین، همراه دوستا فامیل چکر رفته باشین، یک منطقه را یک طبیعت را دیده باشین بسیار زیبا بوده باشه، نه مثلا اون تصویرش در ذهنتان بگیرین بیاین نقاشی بکنین، یا هر چیزی که هست تمامش تخیلی هست؟ تخیلی است. خب اینا طبیعت های واقعی را در ذهنتان نگرفتین، نکشیدین تا هنوز دیگه؟ نه نمیتونم. فقط که میکشیدم من ترتیب میکنم که امیر رقم جور کنم. اگر بخوایم که امیر تصویر بکشم دیدیم. کوشش کردیم که بسیار متوجه باشم، اشتباه از پیشم سر نزنه. با 1 ماه 2 ماه 10 روز 15 روز مورد ترتیب کردیم. باید تو بکشم که نباش کسی بگه که ای با قلم کشیدش نقاشیش بگه که از خیلی رفیقام که با خانه من میاد سر میکنه میگه این عکس است
میگم یک عکس است. تو نمیبینیم تاریخش نمیبینی نامش نمیبینی خود از ماست. خود تو خبر داری که از ماست. خب از خودم است دیگه. نمیتونم از چند تصویر و جدیدم من بازی خوردم. من فکر کردم خیلی عکس است. وقتی بسیار دقت کردم بعد از او باز فهمیدم که نقاشی است. یک چیز دیگه هم که بسیار برای من جالب بوده است این ساعت بوده. میشه کمی در مورد این ساعت هم بر دوستان معلومات بدی که چگونه هست و یکی کاغذهایی که خودت استفاده میکنی چگونه کاغذ است؟ کاغذ است، کاغذ هست، از کدامش بیشتر استفاده؟ مقصد باشه، راز باشه، حساب باشه. برات فرق نمیکنه در کدامش باز بسیار راحت است روی کاغذ یا کاغ اینا؟ اینمی تخته سلاس. روی کاغذ بیشتر راحت هستی. نازک باشه از اینا خوب کار گرفته میشه. زبرم نه. در مورد این ساعت یکم بر دوستا بگیم. این ساعت است. از خودم است. هر چی که در این خانه میبینه همه چی از خودم است. از دیگران نیست. این جک و گیلاسی که کشیدیم اینا هم دیگه حتما تخیلی بوده است. خب در گیلاس ها که هست امی پایک خیلی مقبول نشان میده. بله. پایک مقبول است. مقبول است. اینو با شکل کشیدن که نباید تو بفهمی که این رسامیز بگوی که یک عکس است. یک عکس است. بله. هر تصویر که نقاشی میشه تصویر را میکشن آجسه هر کدامش بدون شک یک پیام می داشته باشنی. خودت چطور کدام پیام خاص را در نقاشی ها بینای مد نظر گرفتی یا فقط آنچه که در ذهنت آمده است روی ورق تمام شریختی؟ همیشه ایراد کسته یک بلندی داره. با بعض زیادتر وقت من اونجا میرفتم. فقط من عاشق غروب هستم. غروب 1000 رنگ داره. از آل ساعت 12 بجه روز آل رنگ نداره. غروب خیلی مقبول رنگ داره. اینا همیشه که میبینیم به حساب غروب است. بله بیشتر بازم اون تصاویر غروب را هم مد نظر گرفتی خودت کشیدی. ولی زیادتر وقت از وسط روز کدام من غروب طلوع را خوش دارم. یکی طلوع آفتاب را یکی غروب آفتاب را باز از اینا روشون تمرکز. باز از طلوع کده غروب 1000 رنگ داره. طلوع رنگ کم داره. طلوع تصویر صاف داره. باز غروب کسته تصویر تاریک را داره. تصویر آلوده کننده ای داره. باز طلوع کس غروب باز رنگ خوبش داره از طلوع کده. بیشتر این نقاشی ها هم که آجیسه ما میبینیم تمرکزشان روی همین غروب و طلوع آفتاب بوده است نه؟ زیادتر من میره خوش دارم. امیر میشه بر دوستا بگی دلیلش چی است؟ این است که خدا نقاشان عاشقین این طلوع و غروب هستن یا این کدام پیام خاص داره کدام دلیل خاص داره که بیشتر تمرکزشان روی همین است؟ اگر ببینی که یک جنگل هم مثلا نقاشی کردن بیشترش غروب آفتاب را کشیدن یا طلوع آفتاب را کشیدن این دلیلش چی است بر دوستا میشه بگی؟ خواهی اگر اون نقاش خواسته باشه که نقاشی کنه روی تصویر کوشش کنه که غروب بکشه غروب یا طلوع این رنگ داره و من خوش دارم که همین طلوع و من بسیار وقتای خوبش تیر کردیم. وقتای خوبش تیر کردیم. من از وسط روز که همین طلوع باز طلوع غروب باز اشقای داره. لذت میبرن از کشیدن چندی که اما مهارت یک هنرمند نشان میده که چگونه نیمی رنگا را ترکیب میکنه و ترکیب رنگا را به تصویر میکشونه. قسم خودت گفتی که 1000 رنگ داره غروب نه 1000 رنگ داره شاید بخوان که هنر خود را در نمو باز به تصویر بکشونه. من چی که بگویم کم است. خدا مهربان است که افغانستان یک روز خوبه. ما منتظر هستیم. همین کاری که من میکنم امکان داره که بس چندین جای ما با چندین نسل دیگه انتقال پیدا بشه. من خوش دارم که بعد از من کسی باشه که دوگاهی داشته باشم. از خود یک چیز بگذارم برای مردم. خوب است نواسگه که تاست تعقیب میکنه. یا خوش داره. منتها دیگه اعضای فامیلم نه. خب بسیار خوب. در کنار از اینکه نقاشی مثلا میکنی درخت و کوه و اینا را چهره را کشیدن میتونی نقاشی کردن میتونی؟ چهره میتونم. خب نمو
همو عکسم است. خب یک عکس خودت هستی. آه. ماشاءالله خوب جوانم بودی در زمان دیگه. این زمانایی است که در طرفی کار میکردی خودت دیگه. این سال 67 است. سال 67 موره کشیدم. از سال 63 که شروع کردم سال 67 تا کار ما کس امی کارا رو که میبینه همیشه به حساب گراف کشیده شده. استاد ما کس گراف است. خب بسیار خوب بسیار خوب. همین گراف خودش راهنمایی میکنه. اما قد اندازه که میبینید سمسه سال مثلا قد اندازه همیشه به حساب گراف ما کشیدیم. استاد ما گراف از دیگه من استاد دیگه ندارم. این عکس هم باز نقاشی را از روی کدام عکس کشیدی یا خودت هم یک عکس گرفته بودم پیشم بود گفتم باش از این عکسم یکی بگیرم. در کدامش باز زیاد راحت هستی در کشیدن نمی طبیعت یا در چهره؟ چهره خیلی مشکل است. چهره از 1000 نفر یک نفر اگه بتونه. چهره این لب دیگه اندام بسیار آسان است اما در چهره فقط چشم مهمتر است. چشم مهمه. همین چشم که کشیدی تمام اندام کشیده میتونه. خب مشکل ترین بخشش هم همون چشم است. چشم است. بله. نمیتونه که بیشتر مردم چشم نه من بسیار با دکانا با جای رفتیم دیدیم اما چشم نتونسته. یک رفیقم بود نشانش گفتم تو گفت خوبش هست گفتم تو با هم قش نیستی. من با هم قش هستم که من میفهم که این کمیز ذاتیشه اما چشم خیلی مهمتر است. بله بله. از این چشم تمام چهره و تا بلاخ تا پای همش اندازش همین چشم است. بسیار خوب. هایشه هر کار را که وقتی شروع میکنه یک نفر بدون شک طرفدارای مثبت منفی خودش داره دیگه نه؟ زمانی که خودت آمدی این کار شروع کردی چطور بود؟ امو تشویق دوستای تشویق میکردن طرفدارای منفی هم داشت یگان تا باز میگفتن که نکو چرا این کار شروع کردی یا میتونی نمیتونی اینا چطور دوستا چگونه تشویق کردن خود دیگه حالا اگه ما شروع کنم همین کار را کردیم تو میگی که چطور چه کار هر کس خوش داره هیچ کس نگفته کشیدیم من برای رفیقایم کشیدیم هم بر خود کشیدیم که شما میبینین دیگه جالب است وقتی که من این تکمیل میکنم بعد 2 ماه 3 ماه 4 ماه که من تکمیل میکنم میمونم شبا 10 روز 15 روز 1 هفته 2 هفته مگرم سعی کنم میرم بعد از اون میگم نه ما این نکشیدیم برادر این کار کس است که 4 سال بخش نرا بخونه یا کسی شاگردی کنه 4 سال 5 سال کار از ناست این که تو خود سرانه یاد گرفتی عشق خودش آمد حال عشق خودش میکشه آدم واقعا این کارا بدون عشق نمیشه باید عشق علاقه داشته باشه عشق نه با هر کاری که عشق نداشتی نمیتونی واقعا خلاص کنیم تو میگیریم میخوایم بگیریش تا جور که برام خلاص هایسته خب برو حرکت خورده بخیر و سلامت باشین آجیسته حالا اگر کدام پیام حرفی گفتنی داشته باشین برای مردم ما کمره در خدمت هست برای دوستایت برای مردم تشکر من پیشتر مرز کردم که هر کسی که هر کاری که میکنن کوشش کنن که از خود یک چیز بگذاره بره اما شما برفتنی هستیم خوب است که انسان از خود یک چیز بگذاره و هر کس که بخواه یک چیز بگذاره بره دیگه بخش و نرا خیلی خوب چیز است اهل از این میخوانه است اهل از این که میبینی ما هستم هم بخش و نرا بهتر است که شب روز میباشی یا دوست رفیق ما میبینم میگه چطور معلومات میتر اینا عشق علاقه هم یکی شوق هم است من زیاد دوست دارم که نقاشی بکنم ولی استعدادش ندارم هر کاری که شروع میکنم هر بار شروع میکنم یک چند تا میکشم باز دیگه حوصله میگیره پشت سر میگذرونم میشه این قلمک به درد نمیخوره که تا 100% خودت تصمیم جدی بگیری حالا اینا رو هر تابلو رو که من میکشم تا که 100% فکر من جمعوری نکنم نمیتونم کشیده کوشش کنه هر کس به هر شوق علاقه کس امور پیش بره بخیر سلامت باشین خیلی ممنون از شما از اینکه وقت داشتین برای ما تا بیایم صحبت بکنیم در مورد کارهایتان بخیر سلامت خیلی تشکر
شما روز واقع شده که نوشیدنی خوردنی بند است. خیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما همچنان هموطنان عزیز دوست داشتنی که تا این دم بیننده برنامه خودتان بودین. شما هم سابسکرایب چینل خودتان را فراموش نکنین، شریک بسازین با دوستایتان اگر این ویدیو خوشتان آمد و همچنان اگر کدام انتقاد پیشنهاد دارین میتونین که پای کامنت برای ما بنویسید. تا برنامه بعد که باز در خدمتتان قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.